وقتی میاد تو کوچه‌ها زبون کشن هزار پسرای محلمون یکی پشت دیوار اومدم با صد امید مامی te siento lejos dime dónde estás. من یادم وقتی دلار شد 50 تومن خیلی‌ها شوخی میکردن، خیلی‌ها میخندیدن و یه سری هم اعتراض میکردن آقا این چی این قضیه خنده داره که تو با شوخی میکنی. و اون آدما در جواب آدمای معترض میگفتن آقا یه دلخوشی کوچیک دارین اونم از ما نگیرین، شما میگی مردم نخندن حتی. و هنوزی که هنوز خیلی شوخی میکنن. من نمیدونم واقعا، من فقط سوالی که دارم چی این قضیه خنده داره، شوخی با مزه، این که مردم دارن بدبخت‌تر میشن، بیچاره‌تر میشن، تنگ دست‌تر میشن، دعوای دوتا بلاگر نمیدونم شیما کوتوزیان و سیاوش اصلا هم دیگه رو بزنن بکشن. چی این قضیه واسه تو جذاب‌تره که همچین تیتری میزنی؟ من فقط برام سواله که این خنده‌های تو کی قراره تموم بشه؟ قراره کی مثلا شوخی تو بذاری کنار و فکر کنی که آقا وضعیت جالبی نیست، وضعیت نسبت به آینده‌ات، کشورت، خانواده‌ات، آرامشت، همه چیت